تا یک ماه دیگر در مسافرکش‌های شهر دوشنبه بخصوص در اتوبوس و ترالبوس نظام نوی پرداختی راهگیرا جاری خواهد شد. در نظام نوی پرداخت مسافران کارت پلاستیکی خریده راهگیرا را طریق آن میسپارند. مشکلی برنگرداندن بقیه راهگیرا در دوشنبه معمولا بحثی زیاد را میان پلچین‌ها و مسافران به میان می‌آورد و شهرداری پایتخت میگوید با جاری کردن نظام نو می‌خواهد این بحث‌ها را از بین می‌برد. خبری به پرداخت الکترونیک گذشتن اتوبوس و ترالبوس‌ها در دوشنبه افضل شاه ستارov را هم خرسند و هم نگران کرده است. ستارov روز 28 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بیش از 10 سال است که در دوشنبه با مسافرکشانی مشغول است و از جنجال‌های همه روزه بین مسافر و پلچین‌ها خسته شده است. او باور دارد پرداخت الکترونیک به بحث با مسافران نقطه می‌گذارد، اما در یک وقت این راننده سابقه دار از معاشش نگران است. اینجا با معاش و گامی که ما به چقدر معاش میدیم ما کمر بخش میشه نمیشه پولانه چون ساعت پولانه هر روز پولانه در حال میشه روز نمیشه هیچ نمیشه با اکسون. نظام نوی پرداخت راهگیرا در مسافرکش‌های دوشنبه که در نظر است تا یک ماه دیگر جاری شود تمامی مسافران را موظف می‌کند که کارت‌های پلاستیکی خریده به حساب آن مبلغ گذرانند. به اطلاع مسئولین شهرداری دوشنبه مسافران کارت‌های الکترونیکی پرداخت را می‌توانند از راننده، نظارتچی اینچنین از ترمینال‌های مخصوصی که در ایستگاه‌ها عمل می‌کنند دسترس نمایند. در نقلیات شهری برای قبول پرداخت‌های الکترونیکی تجهیزات مخصوص که ولیداتور نام دارد نصب شدند. به قبل منبع مسافر قبل از نشستن به نقلیات کارت راهگیرا را دسترس نموده هنگام وارد شدن به نقلیات آن را بالای تجهیزات قبول یا ولیداتور می‌گذارد و در صورت موجود بودن مبلغ در تابلو کلمه رحمت و اگر در کارت مبلغ لازم پرداخت موجود نباشد اصطلاحی قبول نشد پیدا می شود. در مرحله اول در هر یک واسطه نقلیات مسافربر نظارتچی‌ها فعالیت می‌کنند که جریان استفاده و پرداخت الکترونیکی راهگیرا را نظارت می‌کنند. در شهرداری دوشنبه میگویند در نظر است که کارت ها در 3 نمود امتیازدار، خدمتی و مقرری برآورده شوند. از جمله نفقه‌خوران و افراد دارای امکانات های محدود صاحب کارت های دارای امتیاز خواهند بود. فعلا مقامات درباره ارزش راهگیرا یا احتمال تغییر یافتن نرخ استفاده مسافر بر چیزی نمیگویند. تحلیلگران میگویند نظام نوی پرداخت در اتوبوس و ترالبوس های دوشنبه چندین مشکل را از بین میبرد، اما در یک وقت باعث به ایجاد مشکل‌های دیگر میشود. ابوعلی نکروزوف روزنامه‌نگار و عضو پیشین کمیسیون شهرداری عاید به نقلیات گفت در شرایط تاجیکستان نه همه شهروندان به این نظام آماده هستند. با این همه این روزنامه‌نگار تاجیک میگوید نظام حاضره پرداخت راهگیرا به شرایط امروز سازگار نیست و با همه مشکل جاری کردن نظام نو ضروری است. منقدان میگویند پرداخت پول نقد و به دست نگرفتن بلیط یا شهادت کاغذی پرداخت شدن خرج راه درست نیست، چون که در این صورت شفافیت استفاده مبلغ زیر سوال می رود و تنها به وجدان کاندکتور واگذار می شود.